حالا تقریبا میشه گفت چطوری بهت بگم، نوع رنگش هم نسبت به ماه رنگی بالاش تقریبا یه حالت خاکستری داره، در حالی که تو ماهی سفید بیشتر به رنگ نقره‌ای میره که الان حالا تو برگشت اگه شد تو جلو ماهی‌های سفیدی که قبلا سیف شده رو بهتون نشون میدم. خب بهترین ماهی علفخوار هستش، در حالی که ماهی سفید تقریبا میشه گفت چون صدف میخوره بیشتر به حالت گوشتخوار تشکیل داره. این آمور سایز بزرگتر باشه. اینا هم آموره. این رنگش که میگی تیره تره دقیقا اینجا معلومه دیگه. این الان ماهی آمور کامل تیره تره. کپور هم پشت سرت میتونی ببینی. ماهی کپور